بفرم. اولین عکس خانم امیرجلالی. این واقعا خسته نشده این همه بازی میکنین تو این فیلم ها؟ آقای رجبی رو میگی؟ ای کاش که این کارها که تو سریال ها و سینما تقسیم میشه بین همه تقسیم بشه، فقط مال بعضیا نباشه که همش دارن کار میکنن. یعنی شما میگی سه نقشه که شما باید بازی کنید؟ من نه، آقایونم مثلا نقش ایشونو دیگه هیچکی نمیتونه بازی کنه. چه جواب نمیدی؟ چی بگم؟ من نمیتونم بگم چون ایشون یه نقش بازی کردن، نقش زنپوش شده بودن. تو کجا؟ من ندیدم. من که ندیدم اون فیلمو. یه روسری بسته بودن، یه گلسینم اینجا زده بودن، یه خالم اینجا گذاشته بودن، یه ماتیک قرمزم مالیده بودن. یه برنامه‌ای بود در مشهد و ایشون منو نشناختن که من بغل دست آقای مجید مظفری وایسادم، مریم امیرجلالی ام. خب اصرار داشت به کامرمن که این عکس رو حتما جلو دوربین نشون بدین ببینین من چقدر شبیه خانم امیرجلالی ام. به ایشون گفتم آقای مهران رجبی 2 قدم بیا جلو نیمرخ وایسا. دماغ هر کدوم درشتر بود بدون اون مهران رجبیه. آخه دماغ من کجا، دماغ شما کجا؟ یه مقدار حرفش قشنگ نبود جلوی اون همه آدمی که اونجا نشستن. بالاخره غیبت کردن چه حالی میده نه؟ غیبت چی؟ من غیبت نمی‌کنم. نه من اصلا دارم لذت میبرم، خیلی جالبه واقعا. من غیبت نمی‌کنم، اینو همه جا میگم، تو چشم خودشونم همینو میگم. گفتید دیگه. چون من از کسی ابایی ندارم، چون نقطه ضعف ندارم. تموم شد رفت. آقای پژمان جمشیدی. ماشاءالله هزار ماشاءالله، ماشاءالله هزار ماشاءالله. آقای پژمان جمشیدی واقعا دیگه از بس که این کانالا رو زدیم و همش شما جلو دوربینی، به خدا چشامون خسته شده. یه خود شیرینه که پژمان. خب برو آقا، برو عکس بعدی. بریم بعدی. عکس بعدی برو. بله رفت. هیچ نظری روی ایشون ندارم به هیچ عنوان. میخوام یه دونه پراید 57 تولدشون که شد حتما بهشون کادو بدم. کادو بدید؟ بله بنا شد که برای بنده، به خاطر اینکه بله رو از من بگیرن جناب آقای حمید لولایی، برای بنده یک دونه پراید 57 بیارن و من با اون پراید 57 راضیم. خانوم مریم امیرجلالی یه پراید 57 هم ببرم قبول. بنده هم بهشون پیام دادم که اون زمانی که شما موتور گازی سوار می شدید، مریم امیرجلالی بازیگرم نبود، ماشین پتفیندر شاسی بلند زیر پاش بود. شما از این ولخرجی ها نکنین. پول پراید بذارین تو اون جیبتون. تو اون جیبتون هم که شد بذارین جلو آینه. اگه 300 تومنه جلو آینه میشه 600 تومن. 600 تومن هم چشاتو چپ کن میشه 900 تومن. بذار تو جیبت، برو برای خودت بخر. آره داداش. چقدر خوب. برای که پول زیاد شده. برای اینکه خیلی توهین کردن. بله شما ناراحت شدید یعنی؟ نه من کسی که توهین میکنه ازش ناراحت میشم. حالا اون آدم بچه منم باشه از چشمم میفته. بچه بودم، بچه هاریم بودم. چه جوری بود بچگیاتون؟ از دیوار راست بالا میرفتم. جوونیاتون چه شکلی بود؟ این شکلی. همین شکلیه؟ بله. خیلی متشکرم. اون این دیگه سرم نبود، این نبود. یه جوری میخندیدم همه میفهمیدن. این پسر منه. خب این مجید یاسره. بله یادتونه یه مدتی عکس اینو همسرش مهشیدو با من میذاشتن، میگفتن داماد خانم امیرجلالی. والا یکی این داماد من بود، یکی علی دایی. علی دایی داماد شما بود یه مدت؟ نه بابا جان، ما عکس رفت آمد خانوادگی داشتیم ما با علی دایی. بله. الان پریروز توی اینستا دیدم که یه دونه همبرگر گذاشته رستوران آقای علی دایی. 450 تومن همبرگر در رستوران آقای علی دایی. 450 تومن. رستوران خود علی دایی؟ بله. در فرمانیه. آقای دایی در فرمانیه. بنده یه دفعه هم رفتم اونجا، یه شام می‌خوریم، سوبله هم با همون حساب کردن. بله. با اینکه دامادم من بودم. آقای دایی متاسفانه کسی که با مادر زن خودش حساب میکنه. من یه دختر بیشتر ندارم، اونم یه داماد دارم که این از مجید یاسر. ببین چقدر شما مهربونی. ببین چقدر زیباست آدم از کسی که خاطره خوب داره وقتی میبینش. ببین الان روی قیافه من اصلا کلا بشاش نشد. الان میریم سراغ یک دو نفر که خاطره بد دارید. بچه‌ها بریم سن. یه در میون یکی خوب. سلام خانم گلچین.
حال شما نه چطوره؟ ارتباط تصویری نیست، عکسه. خب میدونم، من میخوام ارتباط تصویری بگیرم. سلام خانم گلچین، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ ممنون، شما خوبی؟ خانم دوست داشتنی، خانم بی‌حاشیه. بریم بعدی. آقای عطاران. آقای عطاران خیلی دوستت دارم، خسته نباشی. هنوز که هنوزه سریالای ما رو دارن نشون میدن و هنوز که هنوزه از نام نیک شما مردم دارن صحبت میکنن. درجه یکه. درجه یک. هم بیشتر کار خانه به دوش متهم گریخت ترش و شیرین، بیشتر دیالوگای من همه بداهه بود. واقعا این که بیای این بیساب شده رو بپوش شدی هند جیگرخوری که تو فیلمنامه نبود که. نویسنده کی بود؟ نویسنده حالا دیگه لو هم که رفته دیگه، نویسنده خانه به دوش آقای اصغر فرهادی بودن. آقای اصغر فرهادی نویسنده خانه به دوش بود. چون گفته شده منم دارم میگم، فردا نندازین گردن من که امیر جلالی اومده اینا رو گفته. حالا بگی چه اشکالی داره؟ کار بدی نکردی. آخه وقتی میگن چرا رفتین گفتین اصغر فرهادی، واقعا نویسنده آقای اصغر فرهادی بوده. خوب نوشته بود. شما نذاشتی در طول مصاحبه من شما رو مامان صدا کنم. حداقل میشه برام یه لالایی بخونید آخر مصاحبه؟ من که بهت گفتم تو خودت مگه مامان نداری؟ نشد دیگه. مگه مامانت برات لالایی نخوندی؟ حالا شما بخونی یه حس جالب تری داره دیگه. اگه میشه شما بخونید برام. یعنی واقعا بخونه؟ اگه میشه یه لالایی بخونید که برنامه رو تمام. لالا 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 زندگی سرابه، لالا 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 بخت من به خوابه. حالا با هم لالا لالا لالا. نه تو هیچ وقت خواننده نمیشه. پاش بگی بشین. زندگی